و سپس مؤلف رحمه الله تعالی آیه دیگری رو میآورد در سوره یونس آیه 61: و ما تکون فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شهودا اذ تفیضون فیه. و تو ای محمد صلی الله علیه و سلم به هیچ کاری، به هیچ شأنی، در هیچ شأن نیستی و از قرآن هیچ چیز نمیخوانی و شما نیز هیچ عمل را انجام نمیدهید مگر اینکه ما یعنی پروردگار هنگامی وارد شدنتون با این عمل و شما شاهد هستیم، گواه هستیم. و ما تکون فی شأن، خطاب به سوی پیامبر است صلی الله علیه وسلم. تو در هیچ حالت، در هیچ شأن، در هیچ عمل نباشی، چه حالت خرد و بزرگی باشد. و ما تتلو منه من قرآن، و هیچ آیت را از قرآن نمیخوانی، چه در نماز چه در غیر نماز، مگر الله از آن آگاه است ای بنده. و ما تعملون من عمل، و شما ای بندگان الله، تو ای محمد و کسانی که با همراه تو هستن، پیروان تو، هیچ عملی رو انجام نمیدهید. اول خطاب مخصوص پیامبر صلی الله علیه و سلم است، سپس بر همه مؤمنان عمومی هست. من عمل، عمل نکره هست، جمله رو کامل میکند، معنای همه چیز رو فرا میگیرد. هر عملی که خرد و پنهان آشکار است، هر گونه عمل، هر گونه عمل چی با دل باشد، عقیده، نیت، خواب با عضوهای جسمانی باشد، عمل با زبان باشد، سخن، الا کنا علیهم شهودا، یعنی هیچ کسی رو همه این عملا رو انجام نمیدهند مگر اینکه ما شاهد نظارتگر آن عملهای شما هستیم. اذ تفیضون فی، هنگامی که این کار انجام میدهند، در چیز وارد میشوند، بر عمل کردن آغاز مینمایند، بر نیت کردن آغاز میکنند، الله شاهد است. هیچ حرکت و سخن خرد و بزرگی در نزد الله از علم الله سبحانه و تعالی پنهان نیست. از برادر و خواهر گرامی، مرتبه احسان، مرحله احسان در حقیقت از این برمیاد که احسان دو مرحله عظیم دارد. مرحله عالی و اعلا، بنده به حالتی برسد که دل با نور، با اخلاص، با محبت، با توکل چنان روشن گردد گویا حق الله سبحانه و تعالی را با قلبت ببینی. این بلندترین مقام احسان. قلب بنده سرشار از حضور معنوی و مشاهده حق باشد، گویا که با قلبت، با دلت او سبحانه و تعالی را میبینی، عظمت او را مشاهده میکنی. و مرحله دوم، اگر به مرحله اول نرسی، به مرحله دوم حد اقل بیرس، از این خود را محروم نساز ای بنده. پس حد اقل این را حضور داشته باش که الله سبحانه و تعالی هر لحظه تو را میبیند، حرکتت را زیر نظارت گرفته است، هر گفتار دل و زبانت را میشنود. فانه یراک، البته که او سبحانه و تعالی تو را میبیند، زیر نظارت او هستی، سخنت را میشنود و عملت را میبیند. در سوره یونس آیه 61 این آیت ثابت میکند. یا با قلب به درجه بصری، یعنی گویا که الله را مشاهده میکنی و حد اقل حضور قلب داشته باشی که الله تو را میبیند، تو را با علم و شنوایی و بیناییش میشنود و میبیند، زیر نظارت هستی. پس احسان این کامل کردن عبادت است با حضور و اخلاص که همیشه تو زیر نظارت الله سبحانه و تعالی هستی.